روستای چشمه سفید جایی بود که زمان در آن کندتر می‌گذشت. خانه‌های کاهگلی، کوچه‌های باریک و خاکی و صدای زنگ گوسفندان که با غروب آفتاب در کوه‌ها می‌پیچید. بخشی از زندگی روزمره مردمی بود که به سادگی و سکوت عادت کرده بودند. اما در دل همین سکوت رازی دفن شده بود. رازی که سالها در تاریکی پنهان مانده بود، تا اینکه یک شب با صدای جیغی کوتاه همه چیز فرو ریخت. آن شب شب عروسی بود. خانه حاج محمود، پیرمردی که همه او را به دیانت و وقار می‌شناختند، غرق در نور و شادی بود. دخترش هانیه قرار بود به خانه بخت برود. دختری که از کودکی زیبایی‌اش زبانزد خاص و عام بود. چشمانی درشت و سیاه، پوستی سپید و لبخندی که همیشه چیزی از اندوه در خود داشت. مادرش زهرا خانم با دستانی پینه بسته اما مهربان از صبح مشغول آماده سازی بود. حیاط خانه با فرش‌های رنگی، صندلی‌های چوبی و چراغ‌های آویزان از درختان توت به صحنه‌ای از یک فیلم قدیمی شبیه شده بود. هانیه اما از صبح حال عجیبی داشت. ساکت بود. گاهی به آینه خیره می‌شد، گاهی به آسمان. وقتی مادرش حنا را روی دستانش می‌گذاشت، آهسته گفت: مامان، اگه یه روزی گم شدم دنبالم می‌گردی؟ زهرا خانم خندید، بیخبر از عمق آن جمله. الهی قربونت برم، امشب شب گم شدن نیست، شب پیدا شدنه. با تاریک شدن هوا صدای ساز و دهل بلند شد. مهمان‌ها یکی یکی رسیدند. داماد یونس، جوانی آرام و کم حرف با کت و شلوار مشکی و گل سرخ روی سینه، کنار در ورودی ایستاده بود. همه منتظر بودند، اما وقتی نوبت به آوردن عروس رسید، خنده‌ها خشک شد. هانیه نبود. اولین کسی که متوجه شد خواهر کوچکش بود. گفت: هانیه رفت توی اتاق، ولی دیگه نیومد بیرون. مادرش با نگرانی در اتاق رو باز کرد. از هانیه خبری نبود. پنجره باز بود. پرده با باد تکان می‌خورد. روی زمین رد پای گلی دیده می‌شد. ردهایی که به حیاط پشتی می‌رفتند. جستجو آغاز شد. مردها با چراغ قوه به اطراف رفتند. صدای فریاد مادر مثل پتک بر دل شب کوبیده می‌شد. پلیس آمد. سگ‌های جستجوگر رد خون را گرفتند تا اینکه حوالی سحر در جاده خاکی کنار دره متروکه جنازه‌ای پیدا شد. جنازه تکه تکه شده بود. لباس عروس پاره پاره، آغشته به خون و خاک. صورتش دیگر قابل شناسایی نبود، اما انگشتر طلایی‌اش، همان که مادرش صبح به او داده بود، هنوز در انگشتش بود. هانیه مرده بود. اما این پایان ماجرا نبود. پدرش، حاج محمود، ناپدید شده بود. نه موبایلش روشن بود، نه کسی او را دیده بود. حتی ماشینش هم در حیاط نبود. مردم در سکوتی سنگین فرو رفتند. کسی جرأت نداشت چیزی بگوید، اما نگاه‌ها پر از شک بود. مگر می شود پدری در شب عروسی دخترش ناپدید شود؟ 3 روز گذشت. در این 3 روز روستا به شهری خاموش تبدیل شد. مادر هانیه مثل مجسمه‌ای بیجان روی ایوان نشسته بود و به در خیره شده بود. صدای اذان هم دیگر آرامش نمی‌کرد. فقط سکوت بود و اشک. روز 4 حوالی ظهر در یکی از پمپ بنزین‌های بین راهی، مردی با چهره ژولیده، لباس‌های خاکی و ظرف 4 لیتری بنزین با مأمور پمپ درگیر شد. مأمور که چهره‌اش را در اخبار دیده بود شک کرد. پلیس را خبر کرد. در بازداشتگاه حاج محمود دیگر آن مرد آرام و محترم نبود. چشمهایش گود افتاده بود. لبهایش خشک و ترک خورده و دستهایش می‌لرزید. وقتی بازجو از او پرسید چرا، فقط گفت: چون نمیتونستم ببینم مال یکی دیگه بشه. و بعد همه چیز را گفت. از کودکی، از زمانی که هانیه فقط 9 سال داشت، او را آزار میداد. در سکوت، در تاریکی، در پستوهای خانه، هر بار با وعده اینکه آخرین باره، هر بار با اشک، با ترس، با تهدید، و هانیه هیچ وقت چیزی نگفت. فقط بزرگ شد. با ترس، با شرم، با سکوت. اما حالا که قرار بود ازدواج کنه، حاج محمود دیگه نتونست تحمل کنه. شب عروسی، وقتی همه در شور و شادی بودن، او دخترش رو به بهونه‌ای بیرون کشید. گفت: بیا یه چیزی نشونت بدم. و در دل تاریکی، در همون جاده خاکی، اون رو کشت. اما نه فقط کشت، تکه تکش کرد. گفت: وقتی کشتمش
تازه فهمیدم چی کار کردم. تازه فهمیدم اون ندای تو سرم چی بود. میگفت این دختر فقط مال توئه، نباید بذاری کسی دیگه بهش دست بزنه. منم باور کردم. من احمق. چند روزی در کوه‌ها سرگردان بود، بی غذا، بی خواب، با کابوس‌هایی که رهایش نمی‌کردن. میگفت میخواستم خودمو بسوزونم. بنزین گرفتم. گفتم شاید آتیش این عذابو تموم کنه. اما نشد. دستگیر شدم. در دادگاه وقتی قاضی از او پرسید پشیمونی، فقط خندید. خنده‌ای تلخ، خالی، بی‌روح. گفت پشیمونم، ولی دیر شده. خیلی دیر.